به نام خدا. سلام بر شما. سرمدی هستم از آکادمی زبان عاصم در کوالالامپور مالزی. امروز میخوام درباره تفاوت زمان حال ساده و حال استمراری با شما صحبت بکنم. در زبان انگلیسی حال ساده برای بیان افعال یا اعمالی به کار میره که به صورت روزانه مرتب و مکرر استفاده میشه یا انجام میپذیره و همچنین درباره حقایق علمی هم استفاده میشه. اما حال استمراری حکایت از کاری داره که الانی که داریم صحبت میکنیم در حال انجام هست، نه در آینده و نه در گذشته. تقابل این دو زمان رو میتونید در این مثال ها ملاحظه کنید. Please be quiet. I'm working. ساکت باش لطفا. دارم کار میکنم. یعنی الان. اما این مثال I work every day from 8:30 to 6. هر روز از ساعت 8:30 تا 6 بعد از ظهر کار میکنم. بنابراین جمله دوم حکایت از یک کار روزمره یا روتین داره که به صورت مکرر و مرتب انجام میشه. پس باید اون رو به صورت حال ساده بگیم، نه حال استمراری. مثال دیگه Tom is having a shower at the moment. Tom در حال حاضر at the moment در حال حاضر داره دوش میگیره. اما کاری که به صورت روتین و مرتب روزانه انجام میشه. Tom has a shower every day. Tom هر روز دوش میگیره. نه در حال حاضر بلکه هر روز. Take your umbrella. It's raining. چترت رو بردار، داره بارون میاد. در حال حاضر. اما مثال بعدی رو ببینید. It rains a lot in Malaysia. در مالزی بارون زیاد میباره و این یک حقیقت علمی و جغرافیایی هست که مرتب انجام میشه به صورت روتین و روزمره. بنابراین نیاز نیست اون رو به صورت حال استمراری بگیم. امیدوارم درس امروز براتون مفید بوده باشه. تا درس دیگه، خدا نگهدار.